منتشر شد. این پست به صورت الکترونیک از شرکت افغانی شگفت‌برق موسیقی احساس تصمیم‌گیری بود که ما کار کردیم. من برای این در واقع شیء تابونی معرفی ذهنی بود که خدمتتون گفتم این هست تکست بدون سی و پارچی ولی صفحه اولش هستیم صفحه در واقع داخلیش هست در واقع اینجا لیسانس پروداکت محصولات به انگلیسی من کل محصولاتش در واقع ارائه شده با قیمت‌ها و مشخصات فنی حالا می‌دونید دیگه و سایز و اندازه‌ای که در واقع سنگ از قیمت گذاری میشه که و همچنین بحث میشه که حالا برصورت به اینا قیمت داده شده بوده و مشتری زیادی از طریق همین سایت پیدا کردن از تمام نقاط دنیا و سفارشات مثل تلفنی یا حتی خود سایت به فرم معامله‌شون به کانتکت‌ها که پر کردن و سفارش دادن و الان هم خیلی راضیه. این قرار بود که در واقع فقط